اینک باز یک فینال جذاب، یک فینال با هیجان دیدنی ما و شما را انتظار است. فینال وزنی 73 کیلو. این هم چهره تازه به دوران قدرت در عرصه رقابت‌های هم جهانی هم داخل جمهوری رسیده. ابوبکر شیروف با لباس‌های کبود هست در برابر محمد شریف نجمیدینوف رقابت خواهد کرد. هر دو ورزشگر واقعا شایسته بود هنرشان تا اینجا. در تمام لحظه اول محمد شریف نجمیدینوف میل اجرای آسان داشت ولی موفق نشد. ابوبکر شیروف اجرای اصول فن خودانداز به پشت موفقیت آمیز نبود. رقابت های مرحله مقدماتی رو هر دو پهلوان خوب شروع کردند و خوب به پایان بردند. حریفان را ضربه فنی کردند، از نگاه تکنیکی حرکات جذاب داشتند، بسانه که امروز هم در فینال میکنند این کار را. کوچی به همین ترتیب دوستان عزیز، اکبرزری احسن، همانه که قدرت و توانمندیش خوبتر است، اونه که در هستش در جوهرش استعداد فوق‌العاده است، به تعبیر در گنفانش همان قدرت و توانایی پهلوانی هست. او در صحنه رقابت‌های جهانی و هم داخل جمهوری اسلامی دستی بالایی را خواهد داشت. امروز با آمدن یک مدیریت جدید قریب که هیچ یک حقی ورزشگران بر هدر نمی رود، نادیده گرفته نمی شود. هر ورزشگری که شایسته هنرنمایی میکند او دستی بالایی را خواهد داشت. عدالت در این رقابت ها پایدار است دوستان عزیز. از نگاه داوری یکی از مسابقات واقعا به یاد ماندنی خواهد بود همین چمپیونات تاجیکستان که با هم تماشا میکنیم، چون هیچ ورزشگر قریب که ادعا نکرد در مورد آنه که حقی ستانده شد. همه داوران عادلانه با دل صاف استعدادها را جویا میشدند و یک وزر دیگر، این هم یک جواب بود به همان اوچی از سوی نجمیدینوف. ببینید اصولهای حلوکی دو جانبه از همان اصولهای معمولی استفاده میکند. هم ابوبکر و هم محمد شریف نجمیدینوف با استعداد هستند، اما ابوبکر در رقابت‌های جهانی استعداد خوبتر نشان داده، ولی نجمیدینوف شاید از این به بعد اگر تواند در رقابت‌های جهانی برود هنرنمایش خوبتر شود. اما تا اینجا در رقابت‌های داخل جمهوری اسلامی رسول باقیوف جایزه‌دار مدال برنجی بازی‌های المپیک پکین هم روی تصویر هست، شاید در رسم تقدیم جایزه‌ها اشتراک کند. واقعا دو چهره یا همان استعدادهایی که از لحظه‌های اولی پا به این صحنه رقابت‌های امروزه گذاشتنشون مشاهده میشد دوستان عزیز، احساس می‌کردیم که آنها به فینال میرسند. احساس میشد که آنها یعنی برگزیدگان یا نخبگان وزنی تا 73 کیلو می شوند و همین هم هست. جای یکم و دوم هم خوب خواهد بود. حمله از سوی ابوبکر بود ولی زیدی حمله هم از سوی محمد شریف نجمیدینوف، زیدی حمله هم بسیار به مورد بود. یک مرتبه دیگر همان شیوه زیدی حمله محمد شریف نجمیدینوف و یک بار دیگر و زری عوضت ایپان محمد شریف نجمیدینوف واقعا معلوم کرد که او تمریناتی خوبتر کرده است. خیرسه که در به هدف رسیدن مقصدش، برای به هدف رسیدن امروز از همان تاکتیکا یا ویژگی های مهارتی گوناگون استفاده کرد و توانست که حریفان را ضربه فنی کند. در 3 دقیقه و در 2 دقیقه و 50 ثانیه و زری عوضت ایپان ابوبکر شیروف نباید ناامید شود، چون او جوانه که اکنون در رقابت‌های داخل جمهوری اسلامی میان بزرگسالان اشتراک میکند. ولی محمد شریف نجمیدینوف امروز بخت برایش خندید
واقعا تمرین کرده است، ولی ما چی امید داریم که همین استعداد رو در رقابت‌های جهانی نشان بدهد. چهارمین مرتبه است که در چمپیونات تاجیکستان خوش می‌درخشد، اما در رقابت‌های جهانی چندان خوش نمی‌درخشد. ولی از این بابت امید داریم که در گران پری دوشنبه در دیگر مسابقات بین المللی خوش بدرخشد. این وزر اول بود با همان اوچی هلوک از داخل به سمت مقابل و این هم زیدی حمله به همان روش بود که از سوی محمد شریف جواب گردانیده شد و این هم باز همان اوچی سه مرتبه همان شیوه زیدی حمله یا ترکیب تکنیکی اوچی به همین ترتیب بود که به اجرا در آمد دوستان عزیز و قهرمان تاجیکستان در گشتین جودو در سال 2023 در دسته وزن 73 کیلوگرم محمد شریف نجمیدینوف شد. اینک دوستان عزیز فینالیست های وزن